آیه های پاک صلح ای مقام بهترین، آیه های پاک صلح ای مقام بهترین، مظهر عشق و محبت مایه مهر آفرین. ای سخای لطف و ای سرمایه صدق و صفا، ای علم بردار انصاف و عدالت بر زمین. زن ستون چلچراغ تابناک خانه است، مخزن اسرار و خلقت زن به هر کاشانه است. این جهان از دامنش سرگرم سودای حیات، لیک بار درد و غم را قامت او شانه است. زن ستیزانی که سد راه پرواز تو شد، لحظه های ناامیدی که دمساز تو شد. گعبینوان بدل گاهی به جای خونبها، این خشونت های دردآور که غمساز تو شد. بار درد کمبهای اسم خودداری بدوش، چون متاع کم سر بازار گردیدی فروش. و از مظالم های قومی و تعصب در خروش، هر صدایی شد بلند اما ز تو نامد به گوش. زین خشونت ها که آباد است در روی جهان، ظلمت مطلق تو را در بطن خود دارد نهان. و این تساوی و حقوقت بود در لفظ و بیان، اشک خاموشی تو باشد سیل غم را ترجمان. خیز ای خواهر ز غفلت خویش را هوشیار کن، خیز ای خواهر ز غفلت خویش را هوشیار کن. نخل امیدت ز علم و معرفت پربار کن، خارهای رهگذارت را تو خود گلزار کن. جهد کن فریاد کن، خوابیده را بیدار کن. جهان سپاس. بله، میگویند زن یک کوله‌بال درد دنیا، تو همراهی به گرم و سرد دنیا. برنج و بردباریت بنازم، برنج و بردباریت بنازم، که چون تو نیست در یک مرد دنیا. الحق پروردگار عالمیان ارزشمندترین هدیه اش را به زن بخشید که آن مقام والا و مقدس مادر است. این صفت آفرینش است که مادر می آفرد و جنت را از قدوم مبارکش می توان حاصل نمود. زن چراغی است که خانه بی حضورش بی نور است. در تاریخ مذکر ما هرچند نقش زنان خیلی کمرنگ جلوه داده شده، اما در اثر تلاش‌های زنان دانشمند و مسئول می بینیم که تاریک‌ترین صحنه‌های تاریخ نیز شاهد جنبش زنان بوده. هرچند بعضی‌ها انفرادی یا تا حد جمعی، اما برهه‌ای از تاریخ نشان می دهد که آهسته آهسته زنان در تدریس سهم می گیرند و با تکنولوژی عصری همان دوره آشنا می شوند. در دانشگاه ها راه می یابند و در سیاست کشور سهیم می گردند. در سیاه‌ترین دوره های تاریخ سرزمین ما نیز از ترویج خودشناسی و کسب آگاهی بی بهره نمی مانند.
و هنگامی که امواج خشونت کناره ها را نیز می بلعند، آواز زنان ما نارسان نمی مانند. خشونت، این میراث متعفن گنداب های تعصب، همیشه بر چمنزار آرامش زندگی حاکم بوده است. می گویند ز حق خواهم به آن کس سوختن را، ز حق خواهم به آن کس سوختن را، که می سوزد تبار نسترن را. چه داند مادرش را قدر و قیمت، چه داند مادرش را قدر و قیمت، ندارد هر که مهر و قدر زن را. ملت ما شاهد سنگسارها و انواع گوناگون خشونت در مقابل زن بوده و اکنون هم این سریال ننگین تجاوز و خشونت ادامه دارد و حتی کودکان را نیز به آسیب نگذاشته است. با تأسف باید گفت که بهانه خشونت اکثریت مردان متعصب تطبیق دین مقدس اسلام می باشد و خشونت را پیوند به منطق به ریشه مذهبی می دهند. این در حال است که خداوند سبحان در آیات متعدد از قرآن کریم به هنگام بیان مسائل و حقوق انسانی زن را در کنار مرد به طور یکسان مطرح نموده و در آیات بسیار نیز به طور خاص به زنان و مسائل و حقوق آنان پرداخته است. پیامبر اکرم صلی الله و آله و سلم نیز در پرتو وحی الهی به عنوان فرستاده و مجری دستورات و تعالیم خداوند از این آفریده پروردگار به نوع شایسته تکریم و تجلیل به عمل آورده، تا جایی که بر اساس الهام از منبع وحی 2 سوره از 104 سوره قرآن را به نام نساء یا زن نامگذاری کرده است. و اما تلاش های زنان آزاده و دانشمند ما در راستای کسب حقوقشان و خشونت زدایی در کشور امیدوار کننده است. مردان با خدا روشن فکر و آزاده مسئولیت تاریخی و وجدانی دارند تا در این زمینه همکار و مددگار زنان باشند.